اقدام اخیر آمریکا و برزخ سپاه پاسداران. اگرچه سپاه پاسداران در بدو پیدایش خود نیروی مقطعی بود و فلسفه وجودی آن نیز در خود نامش نهفته است، اما همانند کل سیستم رژیم جمهوری اسلامی ایران فاقد موازین و نرم‌های متعارف بود. لذا با هر مستمسک و بهانه‌ای به حاشیه سازی، پروبال دادن و موازی سازی آن با ارتش کلاسیک ایران برآمدند. این نیروی جدیدالتأسیس نقشی اساسی در سرکوب و قلع و قمع مخالفین سیاسی، دگراندیشان و معترضین ایفا نمود. زیاده‌خواهی و توسعه طلبی سران ایران و تلاش برای گسترش حوزه قدرت و آنچه که آنها به عنوان صدور انقلاب و حکومت جهانی اسلام نام می‌برند و پیام خیلی صریح خمینی رو به مردم کشورهای پیرامون و تهییج آنها به قیام علیه حکام خود و مشخصاً حکومت بعثیان در عراق آنها را ناچار به عکس‌العمل نمود. نتیجه فوری آن آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. روال جنگ چگونه بود، به کجاها انجامید، عوارض و تبعات آن چه بود، جای خود دارد. در این میان نیرویی به نام سپاه پاسداران تقویت شد و عمده دلیل تقویت هدفدار سپاه عدم اعتماد به ارتش بود، چون که بسیاری از فرماندهان آن یا فرار کرده بودند یا در زندان به سر می بردند و یا توسط جوخه‌های مرگ دادگاه‌های آنی صادق خلخالی راهی سینه قبرستان شده بودند. از این رو هم برای سرکوب مردم و معترضین و ناراضیان، هم جهت حفاظت از خود و هم به حاشیه راندن ارتش، میدان برای گسترش این نیرو فراهم شد و طیف‌های گوناگونی را در خود جای داد که شامل این گروه‌ها میشد: جمعی از باورمندان به رژیم، طیف لومپن به حاشیه رانده شده جامعه، مجرمین و بزهکاران و حتی قاتلین و جنایتکارانی که با گشوده شدن در زندانهای ناشی از قیام 57 به جامعه سرازیر شده بودند و فاقد جایگاه و وجاهتی اجتماعی بودند. آغاز جنگ فرصتی بود برای تکتازی این طیف‌های متفاوت و در طول جنگ و با استفاده از آن فضا عناصری در این میان اسم و رسم و لقب و سردوشی برای خود به هم زدند. چه جنایت‌ها و کشتار و شقاوت‌هایی که در این مدت از سوی این نیرو که دیگر به باندی مخوف تبدیل شده بود انجام نشد. اما خاتمه جنگ تازه آغاز ماجرا بود. فرماندهان سابق امروزه هر کدام مدعی بودند و با مرگ خمینی و دوختن قبای ولایت و رهبری بر تن خامنه‌ای و به صدارت رسیدن هاشمی رفسنجانی فرصتی شد برای کشیدن این مدعیان به عرصه دیگر. این بود که پروژه‌های سدسازی بی برنامه و بدون مطالعه و غیر کارشناسانه، ساخت و سازهای بی‌رویه و در کل گشودن میدانی جدید از جنگ، اما این بار در چندین عرصه آغاز شد: تداوم سرکوب مردم و ناراضیان و اعتراضات، تخریب طبیعت و ویران کردن محیط زیست ایران، موازی سازی در عرصه‌های سیاست، امنیت، اقتصاد، بازرگانی و تجارت آن میادینی بودند که سپاه آنها را عرصه تاخت و تاز خود قرار داد. به موازات ارتش دارای نیروهای نظامی شد، بازرگانی و تجارت را در دست گرفت و به آن نیز اکتفا نکرده و بنادر، لنگرگاه و اسکله‌های غیر رسمی برای خود دست و پا نمود. به موازات دستگاه ایمنی اطلاعات سپاه را تأسیس کرد. در عرصه خدمات بیشتر سهام شرکت مخابرات را از آن خود و به آن نیز اکتفا نکرده و شرکت مخابراتی موازی ایجاد نمود. پروژه‌های راه، اتوبان و توانسازی را به انحصار خود درآورد.
با تأسیس شرکت‌ها، مناقصه‌ای تحت عناوین گوناگون اختاپوسوار در تمام شئون سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی، ساخت و ساز خود را تنید. یعنی در واقع به قدرتی موازی تبدیل گشت و به ایران اکتفا نکرده بلکه به خارج از مرزهای ایران نیز دستاندازی نمود. نمونه های آن را در عراق، سوریه، لبنان، یمن و غیره می‌بینیم. با تکیه بر توان مالی فراوانی که داشت، باندها و گروه‌های تبهکار، تروریست و مافیایی را گسترش داد. این نیرو در عرصه نظامی به جز لاف زدن هیچ هنر دیگری ندارد. چنانچه دیدیم و همگان شاهدیم که در مقابل حملات اسرائیل در سوریه فاقد هر گونه عکس‌العملی بود. امروز و با قرار گرفتن در لیست تروریسم خارجی آمریکا نیز به همین لافزنی‌ها بسنده می‌کند. خود مستقیما عاجزتر از آن است که بتواند اقدامی بکند مگر اینکه از کانال عوامل خود بدون قبول مسئولیت به برخی اقدامات خرابکارانه بپردازد. در غیر این صورت چنانچه خود مستقیما وارد عمل بشود، تایید صحت شیوه نگرش آمریکاست و اجماعی جهانی علیه رژیم تهران به دنبال خواهد داشت. لذا سپاه پاسداران امروز در برزخی خود ساخته قرار دارد که در صورت حفظ رویکرد امروز و یا تسلیم شدن در هر حال آینده آنها با سرنوشت رژیم تهران عجین شده است.